درود و سلام خدمت همه عزیزان. خدا رو شکر برای وجودتون. چقدر خوشحالم که این فرصت عالی مهیا شد تا بتونیم در کنار هم باشیم. شکر برای وجودتون واقعا. خیلی دوست داشتم به صورت فیزیکی کنارتون باشم، به صورت حضوری کنارتون باشم، اما خب باز هم خدا رو شکر به خاطر این امکانات، به خاطر این تکنولوژی ها که خداوند فراهم کرد تا ما بتونیم از هر جایی که توی این دنیا هستیم کنار هم باشیم و راجع به کلام خداوند با هم صحبت کنیم و بشنویم. خدا رو شکر. خیلی خیلی راجع به شما از خواهرگریس عزیز شنیدم و خیلی دوست داشتم ببینمتون. براتون در دعا هستیم، هر جایی که هستیم فرق نمیکنه، براتون در دعا هستیم و ایمان دارم که یه روز میتونیم با همدیگه خداوند رو پرستش کنیم و بخرامیم، برای لذت ببریم از اینکه فرزندان خداوند هستیم با همدیگه. من علیرضا هستم. خودمو معرفی کنم قبل از هر چیز. من علیرضا هستم و در حال حاضر توی هلند زندگی میکنم. البته من هم در جایگاه شما بودم، من هم زمانی توی یونان بودم و 6 سال پیش زمانی که من به یونان اومدم، هرچند که حالا از قبل راجع به مسیحیت چیزی شنیده بودم اما هیچ تفکر و هیچ احساسی نسبت بهش نداشتم، ولی 6 سال پیش زمانی که اومدم یونان توی اون شرایط سخت که تک تک خودتونم الان هستید درونش و دارید اون رو تجربه میکنید، اونجا من با خواهرگریس عزیز آشنا شدم و خواهرگریس عزیز راجع به مسیحیت برای ما توضیح داد و راجع به عیسی مسیح توضیح داد و من اونجا تونستم قلبم رو به عیسی مسیح بسپارم و خیلی هم خوشحال شدم. خیلی حس خیلی عالی داشتم. از اون روز به بعد بود که همه چی واسه من عوض شد واقعا و من میتونم به جرئت بگم زندگی من از اون تایمی که من مسیحی شدم و زندگیم رو به عیسی مسیح سپردم خیلی عوض شد و خیلی خدا رو شکر میکنم به خاطر این تغییرات، به خاطر اون معجزاتی که خدا توی زندگیم انجام داد و ایمان دارم که برای تک تکمون به همین شکله، چرا که کلام خدا اینو میگه. خداوند وعده داده که هر کس که فرزند من باشه قدرت منم باهاش هست و من مراقبش هستم. پس ایمان دارم که برای تک تک ماها به همین جوره و توی زندگی تک تکمون اتفاق خواهد افتاد. خدا رو شکر واقعا. خدا رو شکر برای محبتش، برای حضورش و خدا رو شکر برای شما که وفادارانه اومدید امروز روز یکشنبه توی این روز خاص، روز پنتیکاست، روزی که خداوند روح القدس رو فرستاد تا همدم، همکار و یاری رسون تک تک ماها باشه، تا تسلی دهنده ماها باشه و این ایام مبارک خدا رو شکر میکنم که شما اومدید توی کلیسا تا خداوند رو پرستش کنید و از خداوند بشنوید و دعا کنید. خدا رو شکر واقعا. همین که توی این ایام قشنگ و توی پنتیکاست روح قدوس خداوند بر تک تکتون قرار بگیره واقعا. بیایم با یک دعا شروع کنیم جلسمون رو و یک دعای کوچیک کنیم. پس چشمان رو میبندیم با همدیگه، همه با هم در اتحاد با خدای خودمون صحبت میکنیم، در فکر، در احساس، و از خداوند میخوایم که امروز با قلبمون صحبت کنه، امروز با همون حرف بزنه و امروز برای ما مکاشفه کنه آن چیزی که باید. شکر خداوندا پدر، شکرت میکنیم خداوندم به خاطر محبتت، به خاطر نیکویی‌هات، به خاطر اینکه تو خداوندم ما رو فرزندان خودت خطاب کردی، به خاطر اونکه ما لایق نبودیم ولی تو به ما خداوندم فیض بخشیدی و عیسی مسیحت رو خداوندم به خاطر ما روی صلیب مصلوب کردی تا خونش به خاطر گناهان ما ریخته بشه و بهای گناهان ما بشه، تا به واسطه خون عیسی مسیح ما فرزندان تو بشیم. ای خداوند پدر، تو رو شکرت میکنم به خاطر این روز قشنگ، این روز عالی، روزی که تو خداوندم توی چنین روزی روح القدس رو خداوندا فرستادی تا تسلی دهنده ما باشه، تا آرامی دهنده ما باشه. خداوند پدر جان ممنون تو هستیم به خاطر محبتت، به خاطر نیکویی‌هات خداوندا، و شکرت میکنیم به خاطر خواهر برادرام که امروز اومدن توی کلیسا تا از تو بشنون. خداوندا به نام قدوس عیسی مسیح که هدایت این جلسه در دستان تو باشه و خداوندا آمین که آن چیزی که از دهن من بیرون میاد خداوندا اون چیزی باشه که اراده تو هست، اون کلامی باشه که خواست تو هست و ای روح القدس تو هدایتگر این جلسه باش به نام قدوس عیسی مسیح. آمین. آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر و خدا رو شکر به خاطر این روز
خیلی عالی، روزی که من واقعا خوشحالم توی این ایام و خیلی بهم انرژی میده که میتونیم با همدیگه در حضور خدا باشیم، پرستش کنیم و این پرستش ها و این دعاها به من یک انگیزه خیلی زیادی میده. داشتم فکر میکردم که راجع به چه قسمتی از کلام میتونم با شما عزیزان به اشتراک بذارم و راجع بهش صحبت کنیم. و وقتی دعا میکردم، وقتی داشتم کلام خدا رو میخوندم و بهش فکر میکردم که چه قسمتی رو میتونیم با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم، این اومد توی ذهن من که آیا زندگی ما به چه سمتی داره میگه؟ راه و روش زندگی ما داره به چه سمتی حرکت میکنه؟ و آیا ما داریم بر اساس اون به قول معروف فرهنگ ها و یا اون آداب و رسوم هایی که قومیتی و حالا نسل در نسل به واسطه پدر مادرامون به ما رسیده و یا فرهنگ جامعه برای ما ساخته، داریم بر اساس این عناوین زندگیمون رو پیش میبریم، یا اینکه نه، داریم بر اساس کلام خدا یا بر اساس اون چیزی که درست هست زندگیمون رو پیش میبریم؟ گاهی اوقات خب توی جامعه ما توی خانواده های مختلف به هر حال به دنیا اومدیم، توی فرهنگ های مختلف، یکی شمال، یکی جنوب، یکی شرق، یکی غرب و یکی مرکز. هر کس توی هر قسمتی، خدا رو شکر ما توی ایران بزرگمون فرهنگ های مختلفی داریم، قومیت های مختلفی داریم و خب هر قومی هم برای خودش یک آداب و رسومی از قدیم درست شده براش و به وجود اومده. و امروز میخوایم نگاه کنیم ببینیم آیا شخصی، به صورت شخصی، این زندگی هامون داره بر اساس این آداب و رسوم ها پیش میره، بر اساس این قوانین پیش ساخته به وجود اومده پیش میره یا نه، یا بر اساس اون راه و روش درستی که طبق کلام خدا هست. واسه همین من تصمیم گرفتم که امروز راجع به سبک زندگیمون و اهمیت راه و روش زندگیمون صحبت کنیم که آیا زندگی بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم دنیوی یا بر اساس کلام خدا. خب ما انسان ها زمانی که خب یه دردی میاد سراغمون یا بیمار میشیم یا در جسممون احساس میکنیم یه چیزی خوب کار نمیکنه و یا میخوایم مراقب جسممون باشیم، مراجعه میکنیم به دکتر. وقتی که بیمار میشه میره دکتر، مراجعه میکنه که بتونه بدنش رو چکاپ کنه، میره که به قول معروف فشار خونش رو بگیره، میره که تست کنه، آزمایش میده که خدای نکرده بیماری درونش نباشه. و اگر هم به خدا رو شکر بیمار نباشیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که سالم زندگی کنیم، غذای خوب بخوریم، ورزش کنیم، تا جایی که میتونیم به جسممون برسیم که به قول معروف بیمار نشه و از لحاظ جسمی و از لحاظ فیزیکی ما دچار ضعفی نشیم. خب همه اینا عالیه، اینا همه مراقبت‌های جسمیه، اینا همه مراقبت‌های بدنیمونه که باید این کار رو هم انجام بدیم و خیلی هم عالیه و خیلی هم کار پرفکتیه، چون که خدا هم اینو از ما میخواد. کلام خداوند اینو به ما میگه که جسم شما معبد روح القدسه. یعنی چی؟ یعنی که این جسم روح خداوند درش قرار گرفته که به واسطه این جسم کارهای زیادی روی این دنیا انجام بده. پس بنابراین ما وظیفه داریم که این جسممون رو سالم نگه داریم، ورزش کنیم، مرتب، ورزیده، خوب، سلامت، که خداوند بتونه به خوبی از این جسم استفاده کنه و روح قدوس خداوند که درون ما هست معذب نشه. و خب این از لحاظ جسمی. اما خب راجع به سلامت روحی خودمون چطور؟ راجع به افکارمون چطور؟ راجع به احساساتمون چطور؟ آیا تا حالا نشستیم با خودمون فکر کنیم که اوکی، درون ما چه خبره؟ فکر من داره چجوری میگذره؟ احساسات من داره به چه سمتی میره؟ چه چیزی احساسات منو درگیر کرده؟ عواطف من، تفکرات من، سبک برخورد من، راه و روش رفتاری من، طرز بیان من، طرز گفتار من، یا حتی دیدن من، شنیدن من، اینها تماما اون دریچه هایی هستن که به درون انسان راه داره. اینها چیزهایی هستن که به قول معروف چشم، گوش، چیزهایی هستن که باعث میشه که ما ببینیم و بشنویم و به درون ما تاثیر بذاره. آیا تا حالا شده به درونمون توجه کنیم؟ آیا تا حالا شده مراقب اون باشیم که
توی قلب ما داره چی میگذره و شده تا حالا اونو از لحاظ روحی خودمون رو چکاپ کنیم. امروز میخوایم این کار رو انجام بدیم. امروز میخوایم به این قسمت بپردازیم که درون ما چه خبره. میخوایم بیایم و به قول معروف بشکافیم همه مسائلی که درونمون هست رو و ببینیم که چجوری پیش میره. دیدی الان جدیدن مود شده تو این دنیا، میرن پول میدن به یک شخصی که میاد روبروشون میشینه، چند تا حرکت یوگا انجام میده، بهشون میگه ساکت باشید، صدای آب گوش میدن، شمع روشن میکنن، نمیدونم سنگ به هم میسابن. و حالا این چیزایی که الان باب شده توی متاسفانه فرهنگمون توی این دنیا و مردم هم میرن پول زیادی میدن و متاسفانه چیزی عایدشون نمیشه و دست خالی برمیگردن. شاید اون لحظه احساس آرامشی بکنن چون خب به هر حال برای لحظاتی چشمشون رو بسته بودن یا توی طبیعت بودن یا هر چیزی، ولی هرگز نمیتونن از درون خودشون رو بشناسن از این طریق. و ما امروز میخوایم این کار رو انجام بدیم، چیزی که واقعی خودمون رو بهمون نشون میده. همونجور که میدونید یک انسان تشکیل شده از 3 تا قسمت مختلف و این 3 قسمت جسم، روح و نفس ما هستن. یعنی یک انسان تشکیل شده از جسم، همین کالبد گوشتی و خونی، همین گوشت و پوست و استخونی که الان داریم و داریم باهاش زندگی خاکیمون رو انجام میدیم، و نفس که همون قسمت تفکرات ما، قسمت احساسات ما و قسمت اون اراده انسانی ما هست که باعث میشه ما با اون فکر کنیم، با اون تصمیم بگیریم و با اون از لحاظ روحی زندگی کنیم. و روح ما که به جرات میتونم بگم هویت اصلی ما هست، چیزی هست که اون هسته مرکزی هر انسان هست و مطابق با کلام خداوند توی پیدایش، خداوند میگه که ما انسان رو شبیه به خودمان آفریدیم. یعنی چی؟ یعنی روح ما از ذات خداونده، از جنس خداونده، چون کلام خداوند راجع به روحانیت ما صحبت میکنه بیشتر تا راجع به جسمانیت ما. بنابراین زمانی خدا میگه ما انسان رو شبیه به خودمون آفریدیم، یعنی اون رو از لحاظ روحانی، از جنس روح ما از جنس خداونده. پس این 3 تا عواملی هست که یک انسان رو تشکیل میده. خب ما از لحاظ فیزیکی فهمیدیم که باید چه کار کنیم که سلامتیمون رو داشته باشیم تا روح خدا معذب نشه، ورزش کنیم، غذای خوب بخوریم، چیزی که بهمون آسیب میزنه ازش دوری کنیم تا خداوند هم بتونه توسط این جسم کاری عظیمی انجام بده. اما از لحاظ درونی یا از همون لحاظ حالت نفسی خودمون چطور؟ خب همونجور که همونقدر که جسممون مهمه که سالم باشه، چقدر بیشتر درون ما مهمه، اون هسته مرکزی ما، اون جایی که من بهش میگم فرماندهی جسم جایی که احساسات ما هست، تفکرات ما هست، فکر ما هست. تو اگه میخوای چیزی بیان کنی، اول میاد به مغز تو، اول به مغز تو خطور میکنه، بعد اون رو میدی به قلبت، احساسات تو ترکیب میکنی و بعد میریش بیرون. من میخوام با یه نفر صحبت کنم، اول فکر میکنم که چه چیزی باید بهش بگم و وقتی فهمیدم که اوکی چه چیزی باید بهش بگم، بعد میام توی لحن بیانم اونو قاطی میکنم یا همون احساسات رو میارم ترکیب اون گفتار میکنم. بنابراین درون ما خیلی مهمه، یعنی در واقع میتونیم بگیم اون شخصیت اصلی ما هست، اون چیزی هست که ما رو بیان میکنه برای یک جامعه. زمانی توی یک جامعه بخوای راه بری، مردم درسته حالا متاسفانه امروز همه از روی ظاهر نگاه میکنن، و طرف چقدر تیشرت خوبی داره، چه شلوار خوبی داره، چقدر تیپ خفنی داره، بابا دمش گرم، گنگستری واسه خودش. ولی وقتی میری باشون صحبت میکنی، طرز رفتار و طرز بیانشون وقتی میشنوی، اون موقع است که تو میگی آها این شخص چرا اینجور بود یا نبود. هرچند که ما نمیخوایم قضاوت کنیم، ولی منظورم اینه که اون حالت روحانی، حالت درونی و حالت نفسی ما، اون حالت شخصیت اصلی ما هست که اون چیزی هست که ما رو نشون میده به بقیه. برای همین امروز من تصمیم گرفتم که با همدیگه بریم به کتاب مقدس، کتاب مرقس فصل 7 و جایی که خداوند داره راجع به اهمیت پاکی درون با ما صحبت میکنه. تصمیم گرفتم که بریم اونجا و این قسمت رو با همدیگه بخونیم و ببینیم که خداوند میخواد چه چیزی رو بهمون آموزش میده.
لطفاً کتاب مقدس هامون رو باز کنیم همه با هم و بریم به کتاب مرقس. کتاب مرقس که میشه دومین کتاب از اناجیل یا همون عهد جدید. دومین کتاب مرقس، فصل 7، جایی که نوشته لزوم پاکی درون، و میخوایم از آیه 1 تا 23 رو با هم بخونیم. خیلی دوست داشتم که به صورت لایو بودیم و شما عزیزان هم میتونستید به قول معروف مشارکت کنید توی خوندن آیات، ولی خب پربرکت هست که شما هم با من همراهی کنید. من میخونم و شما هم لطفاً روی کتاباتون بخونید تا درک بهتری داشته باشین، تا بتونیم بیشتر بفهمیم چون کلام رو و بیشتر راجع بهش صحبت که میکنیم بیشتر بفهمیم، درکش کنیم قسمت رو. خب پس من میخونم کتاب مرقس فصل 7 آیه 1 تا 23. فریسیان به همراه برخی از علمای دین که از اورشلیم آمده بودند نزد عیسی گرد آمدند و دیدند برخی از شاگردان او با دستهای نجس یعنی ناشسته غذا میخورند. فریسیان و نیز تمامی یهودیان به پیروی از سنت مشایخ تا دستهای خود را طبق آداب تطهیر نشویند خوراک نمیخوردند. چون از بازار می آیند تا شستشو نکنند چیزی نمیخورند و بسیار سنن دیگر را نیز نگاه می‌دارند، چون شستن پیاله ها، دیگ ها، ظروف مسی و نیمکت ها. پس فریسیان و علمای دین از عیسی پرسیدند چرا شاگردان تو طبق سنت مشایخ رفتار نمی‌کنند و با دستهای نجس غذا می‌خورند؟ او پاسخ داد اشعیا درباره شما ریاکاران چه خوب پیشگویی کرد، چنان که نوشته شده است این قوم با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند اما دلشان از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت می‌کنند و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست. شما احکام خدا را کنار گذاشته اید و سنت‌های بشری را نگاه می‌دارید. سپس گفت شما زیرکان حکم خدا را کنار می‌گذارید تا سنت خود را استوار سازید، زیرا موسی گفت پدر و مادر خود را گرامی دار و نیز هر که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید البته باید کشته شود. اما شما میگویید شخص میتواند به پدر یا مادرش بگوید هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید قربان یعنی وقف خدا است و بدین گونه نمیگذارید هیچ کاری برای پدر یا مادرش بکند. شما این چنین با سنت‌های خود که آنها را به دیگران نیز منتقل می‌کنید کلام خدا را باطل می‌شمارید و از این گونه کارها بسیار انجام می‌دهید. عیسی دیگر بار آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت همه شما به من گوش فرا دهید و این را دریابید. هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن او وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بیرون می آید وی را نجس می سازد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن که جماعت را ترک گفت و به خانه درآمد شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند. گفت آیا شما نیز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید آنچه از بیرون به آدمی داخل می شود نمی تواند او را نجس سازد؟ زیرا به دلش راه نمی یابد بلکه به درون شکمش می رود و سپس دفع می شود. عیسی با این سخن همه خوراک ها را پاک اعلام کرد. او ادامه داد آنچه از درون آدمی می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و حماقت. این بدیها همه از درون سرچشمه می گیرند و آدمی را نجس می سازند. آمین. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر برای کلام خدا که همه اینا رو برای ما باز کرده و آموزش داده. این چی میگه اینجا داره راجع به فریسیان و به قول معروف علمای دین صحبت میکنه، کسانی که تورات رو مینوشتن، تورات رو بلد بودن، تورات رو میدونستن و میرفتن برای مردم تعلیم میدادن و اون رو صحبت میکردن. و فریسیان و علمای دین از اورشلیم اومده بودن، یعنی از یک راه خیلی دوری اومده بودن به اینجا که بیان یک سری کارهای بزرگ عیسی رو ببینن، چون فقط راجع به عیسی شنیده بودن
که یک شخصی هست که اونجا داره به قول معروف موعظه میکنه، معجزه میکنه، مرده ها رو زندگی میکنه. اینا اومده بودن که اینها رو ببینن، ولی تمام این چیزها، تمام این سنت ها و تمام این به قول معروف چیزهای جزئی که در این دنیا وجود داره باعث شده بود که اینا نتونن اون بزرگی رو ببینن و چسبیده داشتن به این چیزهای کوچیک، چسبیده داشتن به این چیزهایی که خیلی پیش پا افتاده است. و برای همین میگه که اونا خواستن که عیسی مسیح رو به چالش بکشن که به قول معروف ببینن که عیسی چجوری هست. یعنی اومدن که پاپیچش بشن که یه آتو ازش بگیرن. واسه همین میگه که چرا دستهاشون رو نشستن و دارن غذا میخورن. البته تو پرانتز اینجا رو بگم که منظور این نیست که اینا چرا دستهاشون اصلا با آب نشستن. نه خب طبیعتا اینا، خب هر انسانی که باشه وقتی دستش کثیف باشه اول دستشو میشوره بعد میشینه غذا میخوره. منظور اینجا اینه که چون نمیشه طبق آداب تطهیر. یعنی چی؟ یعنی اینا توی فرهنگ قدیم یهودیا به این شکل بوده که زمانی کسی میخواسته بشینه غذا بخوره باید آرنجش رو با آب تمیز میشسته، پاهاش رو میشسته، صورت و حتی اون صندلی که میخواد بشینه، حتی ظرفا رو همه رو باید میشسته و بعد مینشسته به غذا خوردن. و اینجا میان و همچین سوالی رو از عیسی میکنن که خب چرا شاگردای تو با دستای نشسته غذا میخورن؟ و خب این درست نیست، این بر اساس آداب و رسوم مشایخ نیست. توجه میکنید؟ میگه بر اساس سنت و آداب و رسوم نیست. یعنی چی؟ یعنی ببین فریسیان خب کسایی بودن که کتاب مقدس رو بلد بودن، ولی اینجا دارن اشاره میکنن به آداب و رسوم. یعنی چی؟ یعنی زندگیشون داره بر اساس آداب و رسوم پیش میره، نه بر اساس کلام خدا. و اینجا عیسی مسیح دو تا درس خیلی مهم به ما میده. دو تا موضوع اصلی وجود داره. یک، سنت هایی که علمای دین و فریسیان و مشایخ و فرهنگ برای ما به وجود آوردن. دو، کلام خدا، احکامی که کلام خدا به ما آموزش میده. و درس خیلی مهمی که اینجا عیسی به ما میده همین دو تا موضوعه. اول میریم سراغ سنت هایی که علمای دین و فریسیان و مشایخ و فرهنگ و قوم و ملیت برای ما به وجود آوردن. و همونجور که گفتیم با اینکه خب همه شاگردها قطعا دستاشون رو شستن، ولی فریسیان و علمای دین دارن به این اشاره میکنن که چرا بدون با دستای نشسته دارن غذا میخورن. با اینکه کتاب مقدس از بر بودن، با اینکه میدونستن، ولی اون چیزی که خودشون دلشون میخواست، اون چیزی که خودشون احساس میکردن، اون چیزی که خودشون فکر میکردن قشنگتر و باحالتره، اومده بودن قاطی زندگیشون کردن. اون فرهنگ ها، اون آداب و رسوم که هیچ وقت هیچ جایی نانوشته است، یعنی هیچ وقت هیچ کس نمیدونه از کجا اومده. یک شخصی می اومده حمله میکرده به یک جایی، میگفته آقا از امروز مردها همه باید مثلا پابرهنه راه برن. دیگه توی اون قسمت تا سالهای سال یا شاید تا نسلهای نسل اون قسمت پابرهنه راه میرفتن و نمیدونستن از کجا اومده. یا مثلا ما توی ایران خودمون میگفتن آقا تو اگه با پای چپ و راست بری دستشویی بلاها سرت میاد، اگه با پای چپ بری دستشویی اوکیه خیلی خوب، ولی اگه با پای راست بری خدا تو رو میکشه، نمیدونم سرخ برای تو چوب سرخ آماده کرده و نمیدونم این چیزا. اینها افکار و اینها آداب و رسوم هایی هستن که وارد زندگی ما شدن بدون که خودمون بدونیم. یا نیکی به پدر و مادر. گاهی اوقات وقتی داریم یه کاری برای خدا انجام میدیم غافل میشیم از پدر مادرمون و وقتی از ما درخواست کمک میکنن بهشون میگیم ببخشید ما داریم برای خدا انجام میدیم، الان در حال حاضر تایمی برای شما نداریم، کار خدا مهمتره. میگه شما با اینکه نیکی به پدر مادر جزئی از 10 فرمان خداونده، ولی شما دارید بر اساس رفتار بشری خودتون همه چی رو میبرید زیر سوال و همه چی رو نادیده میگیرید و کلام خدا رو نادیده میگیرید. پس این میشه سنت‌های جامعه، این میشه سنت‌های بشری و چیزی که باعث میشه ما فکر کنیم درسته، ولی در صورتی که نه، هرگز اینجوری نیست. یا امیال شخصی و سنت‌های غلط انسانی که توی زندگی ماها نقش گرفته تا ما رو گمراه کنه و بر اساس سنت‌ها و امیال شخصی رفتار میکنیم، فکر میکنیم که ما آدم خوبی هستیم، فکر میکنیم که ما آدم به قول معروف جنتلمنی هستیم، در صورتی که درونمون یه چیز دیگر رو داره میگه. همونجوری که نمیگم ما اینجوری هستیم، خدا نکنه، ولی خب
توی زندگی هامون ممکن اتفاقها بیفته. همونجور که اینجا خوندیم راجع به فریسیان و علمای دین که میگه شما با لباتون خدا رو پرستش میکنید ولی در قلبتون دارید یه کار دیگه انجام میدید، ولی در قلبتون دارید به یه سمت دیگه میرید. و دومین موضوعی که داره اینجا به ما آموزش میده اون احکام خداونده، اون چیزی که خداوند داره به ما آموزش میده. و اون درس مهمی که عیسی توی این قسمت داره به ما میده اینو توی آیه 15 میتونیم بخونیمش. آیه 15 به ما میگه هیچ چیزی نیست که از بیرون به آدمی داخل شود و او را نجس سازد. وقتی به این آیه دقت کنیم عیسی مسیح میگه اون غذایی که میخوری تو رو نجس نمیکنه، اون چیزی که میشنوی تو رو نجس نمیکنه. ما ممکنه توی این جامعه داریم راه میریم، انسانهای مختلف رو ببینیم، انسانهای مختلف رو بشنویم، بیان بهمون هر حرفی رو بزنن، بریم توی یک جمعی یه چیزی بذارن جلومون که دوست نداشته باشیم ولی مجبور باشیم به خاطر احترام به اون جمع بخوریم. میگه اینا شما رو نجس نمیکنه. اینا چیزهایی نیستن که باعث بشن شما انسان نجسی بشید، شما انسانی بشید که پارسا نباشه، پاک نباشه. نه، چون اینا همه میان درون شما. غذا باشه میاد درون شما و دفن میشه. حرف باشه، اگر حرف خوبی باشه بر طبق کلام خدا باشه ما میتونیم قبولش کنیم، ولی اگه نباشه میتونیم به قول ایرانی‌ها یک گوشمون دروازه، یک گوشمون در، یک گوشمون دروازه باشه. اون چیزی که میبینیم هم همینطور. میگیم خب این اوکی نیست، پس من سبک زندگیمو بر اساس اون چیزی که میبینم پیش نمیبرم. درسته؟ پس عزیزان خدا داره به اینجا باز هم داره به اهمیت درون ما اشاره میکنه. بریم نگاه کنیم اصلا درون ما یعنی چی. یک بار دیگه اینو بازش کنیم با هم دیگه که اون درون ما به چه معنیه. درون ما یعنی افکار ما، یعنی کردار ما، یعنی رفتار ما، نوع تفکر ما، یعنی چیزی که از ما در هر شرایط مختلف بروز میده. توی شرایط سخت، توی شرایط آسون، توی شرایط نرمال ما یک سری رفتارها و صحبت‌ها و به قول معروف ریاکشن‌هایی داریم. اون چیزهایی که از ما بروز میده اونها هستن که از درون ما میان. و توی آیات 20 تا 23 ما این لیست ناپاکی‌ها رو می‌بینیم که از درون انسان میتونه سرمشق گرفته باشه. میگه که توی آیه 20 تا 23 میگه زیرا اینهاست آنچه از درون و دل انسان بیرون میآید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر، بددهنی، فکر بد کردن. اینها هستن که متاسفانه از درون اون انسانی که افکارش درست نیست، اون درونش ناپاکه، از اونجا بیرون میاد. پس عیسی مسیح داره اینو به ما یاد میده که چیزی وجود نداره که بتونه بیاد درون ما و ما رو نجس کنه، بلکه تنها چیزی که ما رو نجس میکنه اون چیزی که از ما میاد بیرون. صحبت ما، رفتار ما، طرز تفکر ما، طرز برخورد ما، طرز محبت کردن ما. حتی ما میتونیم توی محبت گاهی اوقات خوب نباشیم، فکر میکنیم که خوب باشه ولی گاهی اوقات ممکنه طرز انجام اون کار برای اون شخص سوء تفاهم به وجود بیاره. پس اینها میشه چیزهایی که از درون ما هستن و ممکنه ما رو نجس، ممکن که نه 100% ما رو نجس میکنه، نه اون چیزی که ما میخوریم. ما توی فارسی ضرب المثلی داریم میگه که تا شخص سخن نگفته باشد فن و هنرش نهفته باشد. زمانی که یک نفر شروع نکرده باشه به صحبت کردن، شروع نکرده باشه به مشارکت و به گفتگو کردن، تو نمیتونی اون شخص رو بشناسی، نمیتونی تشخیص بدی که آیا این شخص درستی هست یا نه، شومنه یا داره خودشو نشون میده فقط. بنابراین باید ما خیلی خیلی مراقب درونمون باشیم تا مراقب بیرونمون. حالا میخوایم به خودمون نگاه کنیم، بگیم که الان زندگی ما در چه حالیه. الان علیرضایی که اینجا داره صحبت میکنه طرز تفکری هست که عیسی مسیح بهش آموزش داده، طرز رفتاری هست که عیسی بهش آموزش داده، یا نه بر اساس فرهنگ، بر اساس دنیاست، بر اساس قومیت، به عنوان یک شخص شیرازی داره بر اساس اون فرهنگ. نمیگم همه فرهنگ ها هم غلطه، نه، ولی خب یه سری رسوم ها هستن که مثلا تعارف کردن،
من خودم هیچ وقت نمیدونستم تا همین چند وقت پیشا، زمانی که اینجا رفتم توی کلیسای محلیمون، یک پسر 18-19 ساله اومد و گفتم خب بفهم و بخور، بر ندار، تعارف نکن. گفت خب تعارف که ندارم چون تعارف دروغه. وقتی اینو گفت من رفتم تو فکر، برای شاید میگم ساعتها تو فکر بودم که چرا گفت تعارف دروغه. و وقتی به کلام خدا مراجعه کردم این آیه رو یادم اومد که معنی دروغ یعنی چی؟ خب معنی دروغ یعنی شما پنهان کردن حقیقت. وقتی اینو یادم اومد گفتم خب در تعارف انسان‌ها حقیقت رو پنهان میکنن. مثلا من دارم به تو یک دونه پیتزا تعارف میکنم، میگم بفهم و بردار و تو به قول معروف اون میای میگی که نه من نمیخوام و داری اون میلت رو تعویض میکنی، یعنی با اینکه دلت میخواد برداری و استفاده کنی ولی میگی نه من نمیخوام، نه مرسی. و اون تعارف که توی ایران خیلی مده، اون حالا رو دروایسی یا تعارف، این انجام میشه و این چیزی هست که منو برد تو فکر و من فهمیدم که این همون فرهنگ غلطی که ما سالها داریم زندگیش میکنیم و خیلی چیزهای دیگه که شبیه به اینها هست. ولی خب خدا رو شکر میکنیم برای یک موضوعی که نجات دهنده ما هست، برای چیزی که ما میتونیم در حضورش دعا کنیم و ازش بخوایم که کمکمون کنه و اون هم عیسی مسیحه. تمام این رسوم ها بوده، هست و خواهد بود. تمام فریب ها، تمام به قول معروف این دروغ ها میاد و میره و همیشه بوده و هست و خواهد بود که فقط رابطه ما رو با عیسی مسیح بخواد جدا کنه. یادمون نره عیسی مسیح چرا به این دنیا اومد، چرا خداوند عیسی رو فرستاد به این دنیا. یادمون نره که به خاطر ماها اومد که ما رو نجات بده، اومد که شفا بده ما رو، اومد که درون ما رو شفا بده، اومد که اون زنجیرهای اسارت رو پاره کنه، اومد تا هر چیزی که توی زندگی ماها وجود داشته از بچگیمون تا به امروز و باعث شده زندگی ما مختل بشه، باعث شده ما افکارمون، احساساتمون، درونمون به سمتهایی بره که نباید میرفته، اومد تا اینها رو شفا بده، اومد تا اینها رو پاک کنه. پس ما یک امید داریم و امید زنده‌مون هم عیسی مسیحه، چیزی که خداوند برای ما فرستاد. یعنی خود خداوند لباس جسم پوشید، به این دنیا اومد تا به خاطر گناهان ما روی صلیب بره، در صورتی که بیگناه بود، در صورتی که پاکترین شخص دنیا بود، روی صلیب بره تا به خاطر ما کشته بشه و بهای گناهان ما رو پرداخت کنه، بهای جرم ما رو پرداخت کنه، تا ما بتونیم به ایمان به عیسی مسیح برگردیم به همون جایگاهی که روز اول کنار خداوند داشتیم، همون جایگاهی که خداوند برامون ساخته بود و فرزند خدا بشیم. و این خیلی هویت مهمیه عزیزان که ما بدونیم. یادمون نره عیسی مسیح اومد که اون هویت فریب خورده ما رو، هویتی که شیطان از ما دزدیده بود رو برای ما بازخرید کنه و ما رو برگردونه به همون جایگاهی که روز اول نزد خداوند داشتیم. خدا رو شکر برای عیسی مسیح، واقعا خدا رو شکر برای کلامش که ما میتونیم امروز یک درونیابی زیبا داشته باشیم. امروز میتونیم بهش وارد بشیم و به واسطه این کلام ما بتونیم درونمون رو شخم بزنیم و هر چیزی که عیب داشته باشه، هر چیزی که ضعف داشته باشه رو بیاریمش بیرون، بیاریمش به حضور خداوند و دعا کنیم. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر. میخوایم با دعا تموم کنیم. لطفاً عزیزان توی این تایم دعا به این فکر کنید که اگر چیزی هست که درونمون هست، اون احساسات، اون عواطف، اون به قول معروف چیزهای غلطی که به ما وارد شده از بچگیمون تا الان و به همون آسیب زده رو امروز بیاریمش بالا و در حضور خدا قرار بدیم و بگیم خداوندا من به خاطر، اسمشم بیار توی دلت، بیانش کن، بگو به خاطر این احساس غلط، به خاطر این رفتار غلط، به خاطر اون چیزی که توی این سالها بر من وارد شده، من توبه میکنم و از تو میخوام که این قسمت رو برای من شفا بدی ای پدر. آمین. بیاید با هم دیگه دعا کنیم. شکرت خداوندا پدر، مرسی به خاطر امروز،
مرسی برای کلامت، مرسی که تو کلامت رو برای ما گذاشتی تا سرمشق ما باشه. تو کلامت رو گذاشتی تا بزرگترین مشاور و به قول معروف مشاوره ما باشه، تا ما بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم. بهترین دکتر ما باشه خداوند، بهترین تراپیست ما باشه خداوند. تو رو شکرت میکنیم به خاطر روح القدس. تو رو شکرت میکنیم که تو اونو فرستادی تا با ما صحبت کنه، با ما همفکری کنه، تا ضعف‌های ما رو به یادمون بیاره، تا اون چیزهایی که درون ما آسیب دیده رو به یادمون بیاره، تا اون چیزهایی که خداوند از تو نیست و این دنیا و شیطان و رئیس این دنیا که شیطان هست توی جسم ما گذاشته، توی روح ما گذاشته، توی نفس ما گذاشته خداوند، ما اونها رو به یاد بیاریم و در حضور تو براش دعا کنیم. پدر تو رو شکر میکنیم به خاطر اینکه تو به ما آموزش میدی که چجوری بتونیم آزاد بشیم، چجوری بتونیم شفا پیدا کنیم. در نام قدوس عیسی مسیح امروز دعا میکنم با خواهر برادری عزیزم برای احساساتشون، برای تفکراتشون، برای روحشون، برای نفسشون، که به نام عیسی مسیح هر گونه زنجیر اسارتی که شیطان در زندگی هاشون ایجاد کرده، در تفکرشون، در احساسشون، در عاطفهشون، به نام قدوس عیسی مسیح میخوایم این زنجیرها رو پاره میکنیم و لعنتها رو باطل میکنیم. و ای روح القدس میطلبیم از تو که به نام عزیز عیسی مسیح بر جسم خواهر برادرای عزیزم قرار بگیری و اونها رو شفا بدی و اونها رو کمک کنی. مرسی ای خداوند. ممنون تو هستیم پدر، به نام قدوس عیسی مسیحت. آمین. آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر. مرسی که صبورانه گوش کردید و آمین که کلام خدا توی زندگیاتون عمل کنه، پربرکت باشه براتون. و تا یک وقت دیگه و یک روز دیگه شما رو به خدا میسپارم و آمین که روح خدا حفاظتتون کنه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.